سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم یه آموزش بذارم که چطوری اسکینای ماینکرافت رو رایگان بگیرید بدون هک و این چیزا. شما اول وارد برنامه مایکت میشید. سرچ میکنید اسکین های ماینکرافت. بهترینش اینه. نظام اینو دانلود کنید. من اینو از قبلا دانلود کردم. میریم توش و باید سن خودمون رو وارد کنیم. و وقتی که سن خودمون رو وارد کردیم، اینجا کلی اسکینای زیاد داره. حالا یکیشو انتخاب میکنیم. مثلا رو دانلود کلیک میکنید و یک چیزی، نکته خیلی مهم، باید حتما ماینکرافت تو گوشیتون دانلود شده باشه. اونم ماینکرافت نسخه اصلی. حتما بذارید روی این دانلود، گزینه اولیه، تو ماینکرافت در حال دانلود شدن و وقتی که دانلود شد شما رو وارد ماینکرافتتون میکنه. من ویدیو رو کات میکنم تا این ماینکرافت بالا بیاره. وقتی که وارد اینجا شدید، حالا مهم نیست هر کارید، اینجا روی این قسمت کلیک میکنید. روی این قسمتی که دوش حالا خط کشیدم میزنید روش، شما رو وارد این قسمت میکنه. بایستیم بیار. خب وقتی شما وارد اینجا میشید، این قسمت کلیک میکنید، همین سبزه زنید و ایناش اسکینم اومده تو ماینکرافتم. و بعد رو این قسمت که ایناش، حالا تبلتم میگم گوشیم نمیذاره از اینجا پایین تر بکشنم برم، یعنی قسمتی که بالاشو خط کشیدم کلیک میکنید و کاراکتر براتون فعال میشه. امیدوارم اگه آموزش خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد لایک کنید و کانال ما رو فالو کنید.